راز سرعت دیوانه‌وار زمین که هیچ وقت حسش نمی‌کنی. تا حالا فکر کردی سریع‌ترین سرعتی که تو زندگی تجربه کردی چقدر بوده؟ مثلا قطارهای سری و سیر حدود 400 کیلومتر بر ساعت، یا هواپیماها حدود 900 کیلومتر و ماشین مسابقه‌ای نهایتاً 350 کیلومتر در ساعت سرعت دارند. حالا بگو ببینم، میتونی باور کنی که زمین خودش داره با سرعتی حدود 1670 کیلومتر بر ساعت دور خودش میچرخه؟ بله، همین الان که داریم ویدیو رو میبینی با این سرعت دور محور زمین میچرخی، ولی حتی یه ذره هم حسش نمی کنی. اما این فقط اولشه. زمین همزمان با سرعت باور نکردنی حدود 107,000 کیلومتر در ساعت دور خورشید میچرخه، یعنی بیشتر از 130 برابر سریعتر از سریعترین هواپیمایی که سوارش شدی. و خورشیدمون به همراه منظومه شمسی هم با سرعت خیره کننده حدود 830,000 کیلومتر در ساعت توی کهکشان راه شیری حرکت میکنه. شاید الان داری فکر میکنی چطوری ممکنه این همه سرعت رو حس نکنیم؟ جوابش ساده است. قانون اینرسی. بدن ما فقط وقتی حرکت رو حس میکنه که سرعتش تغییر کنه یا جهتش عوض بشه. مثل وقتی تو ماشین با سرعت ثابت میری، حس سرعت نداری، اما وقتی ترمز میزنی یا میپیچی مغزت متوجه میشه. همچنین نیروی گرانشی زمین مثل یه چسب نامرئی ما رو محکم به خودش میچسبونه، پس به سمت فضا پرتاب نمیشیم. نکته جالب تر اینه که ما هیچ مرجع ثابتی برای حس سرعت مطلق نداریم، یعنی فقط حرکت رو نسبت به اطرافمون درک میکنیم، نه سرعت واقعی رو. مثل وقتی که تو هواپیما با سرعت 900 کیلومتر در ساعت حرکت میکنی، ولی چون همه چیز داخل کابین با تو حرکت میکنه حس سرعت نداری. پس دفعه بعدی که به آسمون نگاه کردی یادت باشه روی سفینه فضایی غول پیکر به نام زمین زندگی میکنی که با سرعت دیوانه‌واری تو دل کهکشان میچرخه، اما ما همچنان آروم و راحتیم. دنیا پر از رازهاییه که فقط با کاوش کشف میشن. پس اگه دوست داری تو این مسیر پر رمز و راز با ما همراه باشی، لایک کن، فالو یادت نره و حتما نظرت رو برامون بنویس.